سلام به همه دوستان عزیز. خوش اومدید به کانال قصه های نورانی. امروز براتون یکی از عجیبترین و باور نکردنی ترین ماجراهای تاریخ رو تعریف میکنم. داستان پیامبری که 3 روز و 3 شب تو شکم یه نهنگ غول پیکر زنده موند و زنده بیرون اومد. اگه تازه به خانواده قصه های نورانی پیوستید، حتما دکمه سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنید تا هیچ قصه نورانی رو از دست ندید. و اگه آماده شنیدن این ماجرای شگفت انگیزید، یه لایک بزنید. حالا بیایید بریم تو این داستان باور نکردنی. معرفی شخصیت و شهر نینوا. حضرت یونس علیه السلام که بهش ذوالنون یعنی صاحب ماهی هم میگن، یکی از پیامبران شجاع بنی اسرائیل بود. خداوند اونو به شهر عظیم نینوا فرستاده بود. نینوا اون موقع یکی از بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهرهای دنیا بود، با بیش از 100,000 نفر جمعیت. ولی مردم نینوا چی کار میکردند؟ اونا کاملا راه گمراهی رو رفته بودند. بت پرستی، ظلم، فساد، هر چی بدی رو اسم ببرید تو این شهر بود. خدا رحیمش گرفت و یونس رو فرستاد تا اونا رو به راه راست هدایت کنه. یونس با تمام وجود تلاش کرد. هر روز تو کوچه و بازار میرفت و مردم رو به سمت خدا دعوت میکرد. ولی مردم چه جوابی دادند؟ مسخرش میکردند، سنگ پرتابش میکردند و حتی تهدیدش میکردند. خستگی و ناامیدی یونس. سالها گذشت و هیچ کس گوش نمیداد. یونس دیگه خسته شده بود، دلش پر شده بود از این بی‌تفاوتی. فکر میکرد خدای من هر چی تلاش کردم ولی این مردم نمیخوان تغییر کنن. یونس یه تصمیم عجیبی گرفت. بدون اینکه از خدا اجازه بگیره تصمیم به فرار کرد. فکر میکرد اگه از نینوا بره شاید خدا کس دیگه ای رو بفرسته. اون شبانه از شهر خارج شد و به ساحل رفت. اونجا یک کشتی تجاری بود که قرار بود به سرزمین‌های دور بره. یونس پول کرایش رو داد و سوار شد. فکر میکرد که فرار کرده. ولی آیا واقعاً میشه از خدا فرار کرد؟ طوفان وحشتناک. کشتی به وسط دریا رسیده بود که ناگهان طوفان وحشتناکی شروع شد. امواج عظیم مثل کوههای آب کشتی رو تکون میدادند. باد اونقدر شدید بود که ملوانهای با تجربه هم وحشت کرده بودند. کشتی هر لحظه ممکن بود غرق بشه و همه جونشون به لبشون رسیده بود. ملوانها به هم گفتن حتما یکی از مسافرها باعث این طوفانه. خدایی ازش ناراضیه. طبق رسم اون زمان تصمیم گرفتن قرعه بندازن تا مقصر رو پیدا کنن. قرعه انداختن. 1 بار، 2 بار، 3 بار. هر بار اسم یونس در می اومد. یونس فهمید که این دست خداست. این طوفان مجازاتش بود چون بدون اجازه از مأموریتش فرار کرده. اون مردانه جلو رفت و گفت من مقصرم. منو به دریا بندازید تا شما نجات پیدا کنید. و خودش رو به امواج خروشان انداخت. معجزه ورود به شکم نهنگ. همون لحظه‌ای که یونس داشت تو آب غرق می‌شد، یه نهنگ غول‌پیکر از اعماق دریا ظاهر شد. این نهنگ اونقدر بزرگ بود که دهنش مثل یه غار بود. یونس رو یه گام قورت داد. ولی این نهنگ عادی نبود. خدا بهش دستور داده بود که یونس رو نکشه، بلکه زنده نگهش داره. یونس حالا تو شکم نهنگ بود. تصور کنید، تاریکی مطلق. فقط صدای ضربان قلب نهنگ و غرش آب دریا. بوی شدید و هوای کم. اما یونس زنده بود. خدا اونو محافظت میکرد. اونجا تو اون تاریکی یونس شروع کرد به فکر کردن. فهمید که چقدر اشتباه کرده. فهمید که نمیشه از حکم خدا فرار کرد. 3 روز و 3 شب 72 ساعت تو شکم نهنگ، تنها با خودش و با خدا. اونجا تو اون محیط وحشتناک یونس درس بزرگ زندگیش رو یاد گرفت. توبه در قلب تاریکی. یونس تو اون 3 روز هیچ کاری نمیتونست بکنه جز دعا کردن و از خدا طلب بخشش کردن. اون از صمیم قلب شروع کرد به گفتن یکی از زیباترین دعاهای تاریخ. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
هیچ معبودی جز تو نیست. تو پاک و منزهی. من از ستمکاران بودم. این دعا از عمق وجودش بیرون می اومد. یونس واقعاً پشیمون شده بود. قبول کرده بود که اشتباه کرده و آماده بود که به مأموریتش برگرده. خدا که رحیم و غفوره صدای یونس رو شنید و دلش به حال این بنده پشیمون سوخت. نجات و معجزه شفا. خداوند به نهنگ دستور داد که یونس رو به نزدیکترین ساحل ببره و بیرونش بکنه. نهنگ یونس رو روی ساحل انداخت، ولی یونس حالش خیلی بد بود. 3 روز تو شکم نهنگ بودند، پوستش رو ضعیف کرده بود و حالش اصلا خوب نبود. خدا مهربان یه درخت کدو روش رویوند که سایش به یونس آرامش بده. همچنین اون درخت خاصیت شفابخشی داشت و کم کم یونس سالم شد. بازگشت پیروزمندانه. یونس بعد از شفا پیدا کردن مستقیم برگشت به نینوا، ولی این بار فرق کرده بود. وقتی مردم شهر یونس رو دیدن و داستان شگفت‌انگیزش رو شنیدن، همه حیرت زده شدن. کسی که 3 روز تو شکم نهنگ بوده و زنده برگشته، این فقط میتونه معجزه الهی باشه. مردم نینوا این بار به یونس گوش دادن. همه اونا توبه کردن و ایمان آوردن. کل شهر نجات پیدا کرد. دوستان عزیز، داستان یونس علیه السلام چند درس فوق‌العاده واسه ماها داره. اول اینکه هیچ وقت از مسئولیتامون فرار نکنیم. هر کاری خدا بهمون سپرده یه حکمت داره. دوم اینکه هر کجا باشیم، هر شرایطی داشته باشیم، در توبه بازه. خدا همیشه آماده بخشیدنه. سوم اینکه گاهی سختی‌ها برکت دارن. یونس تو شکم نهنگ خودش رو پیدا کرد و بعدش موفق‌تر شد. و یادتون باشه دعای یونس لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یکی از قدرتمندترین دعاهای دنیاست. امیدوارم از این قصه نورانی لذت برده باشید و براتون آموزنده بوده باشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتید، حتما لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید تا اونا هم از این داستان زیبا بهره مند بشن. اگه هنوز عضو خانواده قصه های نورانی نشدید، دکمه سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنید تا هیچ قصه نورانی و آموزنده‌ای رو از دست ندید.